سلام دوستان، خدا کنه خوب باشین. صبحتون بخیر. البته من ویدیو صبح میگیرم که تقریبا ساعت 6 بجه هستن و من تصمیم گرفتم که وقت‌تر بیدار شم و اصلا که من شب کلا خواب نشدیم، خسته صد خوب شدیم دیگه. تصمیم گرفتم بخیزم و آماده شم چون روز طولانی بشه و از خود درخواستم ویدیو با شما هم بگیرم دیگه. بریم با ما آماده شدیم. پیش از همه چی باید خدا بسته کنم دستوری خدا بشویم. از این کلینزر ستوفیل استفاده میکنم. من از زیاد خوش کردیم مثل که بر جلدای آیلی بسیار زیاد خوبش است، یعنی خوب کار میتونم نمیفهم هر کس نظر شخصی خودم میتونم داشته باشم دیگه. به نظر من یعنی بسیار خوبش است. به این حاله که ما برای خاله بگیریم بخاطر که قسمت میگیریم درست شده. بعضی جایش بود که نیاز به آینه داشت و از خاطر من اجازه آینه خود استفاده کردم و کار برایم من تو تمام کردم میرم و در پارت دوم میایم میکاپ خودم میکنم. من فالو داشته باشین و بیاین در پارت دوم من تعقیب کنین ببینین که من چی میکنم امروز و چی رقم آرایش میکنم. خوش آمدین دوستان با پارت دوم. من یه بیس روتین خودم میخوایم انجام بدم، یعنی پیش از اینکه میکاپ میکنم اینا از چی استفاده میکنم؟ از تونر، مویسترایزر، کریم زیتی، شما این چیزا. اول از تونر استفاده میکنم. من تونر رو دیروز گرفتم، امتحانش میکنم ببینم چطور است. در یک پک مندازی نکنه از به تمام صورتتون پخشش میکنیم. البته تونر زیاد مهم است و هر چیزی که به صورتتان میزنین حتما به گردنتان استفاده کنین چون خیلی مهم است. میتونید دوره چشمتون رو هم استفاده کنین. من میخوایم که به تمام جلد خود پخشش کنم. این تک بقیه یکم داشته میشه بسیار استفاده کنید که میشه تونر یا آره جلدی که من میزنیم خیلی دیگه زود خشک شده به صورتتون. حالا من از مویسترایزر استفاده میکنم. از مویسترایزر اوردینری استفاده میکنم. چند تا باشه ازش استفاده میکنم. ازش روزی است زیاد نی چون جلد من چرب است و این جلدم بسیار خشک کرده اکثر و اقدرم دوست ندارم جلدم خشک باشه. من اول موهای خودم میخوام جور کنم پیش از هر چیز دیگه چون قسمی بسیار نامناسب معلوم میشه. چون میخوایم یکم شبیه موهایم بگیرم از این استفاده میکنم. یکم مساج میدیمش که آدم موهایم بخش شد معلوم نشه. یعنی let's do my makeup. به این لنزای خدا بپوشیم. این لنزای من از دیدی های گرفتیم. شما میتونین اگه خوشتون اومد از اونجا خریداری کنین. ببینید که قابل است. باید خوشم میاد از این رنگش. اگه پیش از هر کار شروع کنیم باید دفعه خودم کلن پاک کنم به خاطر که کدام مواد نباشه. یعنی باز همی هایپروژل که هست به سختی میگیره، یعنی کار نمیده زیاد.
بخیر پروژه آناستازیا هست. قسم بهتون بگیرم صحیح معلوم شد. اوکی، من ابروهای خود خلاص کردم. الان از کانسیلر استفاده میکنم چون اول میخوایم آرایش چشم انجام بدم. بسیار کم میگیریم. او مای گاد، کم گفتم بیخی زیاد شد. حالا پخشش میکنیم. اما یک رقم تو برس. ما حالا میخوایم که میکاپ خود شروع کنم. اولتر از همه از سانسکرین استفاده کردم. یه از لا روش پوسی هسته و حالا میخوایم فاندیشن خود استفاده کنم که فاندیشن های میبلین است و شماره هایش هم اونجا هست. اگه مطابق جلدتون بود میتونین از همین شماره ها استفاده کنین. با جلد های گندمی به نظر من این دو رنگش بسیار زیاد خوبش هست. و حالا همراه یک برش میگیریم، تمامشان در صورت خود پخش میکنیم. بعد از او باز همراه یک اسفنج که کمی نمدار باشه تمامش بلند میکنیم به صورت خود، چون قسمی کورج بسیار زیاد خوب و بالا می داشته باشه که اول از برش استفاده کنیم بعد از بیوتی بلندر. و حالا هم از کانتور استفاده میکنم که من این کانتور خود از شیگلم گرفتیم. چند وقت میشه که ازش استفاده میکنم و ازش راضی هستم. شما به هر قسمت از صورتتون که دوست داشتین میتونین استفاده کنین برای پیشانی و زیر گونه هایتان و بعد از او تمامش بلند میکنیم. این به خاطر از اینکه جلدتون یک قسم کشیدم نشان بده بسیار خوب است. در هر جایی که دوست داشتین میتونین استفاده کنین. و حالا هم از بلش استفاده میکنم و تمامش خوب به صورت خود بلند میکنیم. من این کانسیلر نو گرفتیم و میخواستم اینجا امتحان کنم. این کانسیلر از مارک میبلین است که به شماره 120 با جلدهای گندمی به نظر من بسیار زیاد عالی است، چون وقتی من استفاده کردم ازش راضی بودم و خیلی خوب به صورتم یعنی میشیشت. اصلا تو زیاد نه سفید بود و نه زیاد تیره.
من اول از برش استفاده کردم چون تمامش میخواستم در صورت خود تیت کنم، بعدا با بیوتی بلندر تمامش بلند کنم به صورت خود. قسمی کاورج بسیار زیاد خوب می داشته باشه. منظوری که مایی از وقتی که همراه بیوتی بلندر خوب بلند میکنین اصلا کیکی نمیشه در صورتتان. مثلا خصوصا زیرای چشم بسیار زیاد مهم هستن چون بسیار نازک هستن. از او خاطر اول باید از برش بعدا از بیوتی بلندر استفاده کنین. قسمی بسیار منظم در زیر چشمتان بلند میشه و اصلا خط چیز نمیفته در زیر چشمتان. من اینجا از فیکسینگ پودر میبلین استفاده کردم به شماره 128. به هر قسمت از صورتتان که دوست داشتین میتونین از پودر استفاده کنین و بعدا تمام این پودرهایی که در صورت ما هست در همراه یک برش تمامشان پاک میکنم. حالا هم نوبت هایلایتر است که از هایلایتر شیگلم من اینجا استفاده کردم. حالا هم از خط لب شیگلم استفاده میکنم به نام میستی روز است که از شین میتونین براتون اوردر بدین. البته اگه دوست داشتین چون زیادتر از دخترها رنگ گلابی بسیار دوست می داشته باشن. این هم یک تنت لب نو میبلین است که تا بازار آمدم و من خواستم که امتحان کنم و زیاد خوشم آمد و قسم که شما میبینین بسیار زیاد مقبول معلوم میشه در لب و تا دیر وقت هم از لبتون پاک نمیشه. این تنت که من استفاده کردم نمبرش 55 است. و حالا هم قسمی که میبینین تمام آرایش من خلاص شده و نوبت ستینگ اسپری است که من این نو گرفتیم از لوریال است و خیلی یک کاورج بسیار زیاد بالا داشت. من اصلا انتظار نداشتم درستی که میکاپتان اصلا از جایش تکان نمیخوره. و یه من از فاینل لوک من خدا کنه خوشتان آمده باشه و یک چیز یاد گرفته باشین و مرا از حمایت هایتان فراموش نکنین. تشکر. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.